هم سرم آنیا دادرش کامکار نکرده نگه که نجاتی به خاطر که میای مرا نجاتی میبینه که تا مکس میگیری یا ایدو میگیری یا لایف میره مردم هم دیگه هم سرم طور میده که یعنی خانه ماینده ازی شدم ای کارا نیست و دختر در شخصیت من نمیزه و خب چوب میبینیم که شطر دیدی نه خب چوب پیشم برات که من در فرانسه بودم نمشته کردم آنیا جان گفتم آنیا جان دیگه امید چشم برای به خاطر تو آمدیم اگه امکان داشته باشه خب چوب آنیا جان نه میبینم تا کسی که بیخی گفته اگه تا جندا همسایا دیوال هیچ کس خبر نشه خب چوب نه میبینم تا که هیچ کس نبینه فهمیدی؟ ده بسیار این گپ خوب است خب چوب اینی گپ هم خوب است خود اینی کاکگی رو میکنه دیگه به خدا این رقم عاشق ولگه فهمیدی جای پیدا شه خب چوب یکی دیگر رو یک ملاقات کنم اونم یه تلفن ها رو دم روش میپردم سال کنه که کدام دختر مگر رابطه بودم بیخی در صورتم تو فرده که تلفن در پیشانیم ده فهمیدی یا کدام عکس کدام ویدیوش اگه ما بگیرم فهمیدی اونم میگه میرم دم روی خودشان یعنی میته میگم مادرش خودش میگم من میگم سر ما جان ما فدایتان میگم اگه کدام آزرده هستی کدام گپی هستین اینمی بنده خب چشم برای به یک امید آمده که نمیگه میخوام تشکیل خانواده بدم بگیرم اگه کنه اینم قدر چاکورم مهمانی را بگی مرا بزن هر چی که میکنی بکن میگم همین سبا روز خانه تا اولاد چه نام بچه تا تو فکر کردی چی بانی میشه بچه شما نام میشه چی میمانی والا بچه شما نامش عمر میمونه اگر دختر شما نه بام دختر نه ادا نگه نام شما براتان بگم که دخترم که بیشتر نامکش چی بگم نرگس نالخ یک دلیل داره چی گفته نرگس میمونه به خاطر که آنیا جان خودش یک گل است گل نرگس سر دخترم میمونه بشک خوبش و علیکم سلام خوبش آفرین آنیا جانی که چیره مقبولک فرق داره هم تو جذاب خوشم کدم قلبم جای میگیره یکی کتانیه که گپ میزنه که سان محبت میکنه یکی هم دلم گرم میشه غلط همیار که بیا یک زنگ دیگه برات چی کیف میکنه همیار الله زنگ دیگه گپ دیگه فهمیدی دیگه ما رو میخره دیگه اما اگان آدم در شفره میگم یک نفر هسته اگر نگاه امانی رو دوست داره هم مرا دوست داره فهمیدی او آدم اتم دوست داری من دوستم بسته افغانستان دوست داره او آدم یک نفر میخواه مرا برانیه برسانه کمک همکاری خدا میکنه اما او آدم بسته افغانستان دوست داره تم دوست داری من دوست دارم آنی هم دوست داره اما مادر آنی هم گپ از تیر نمیشه خدا آنی هم از گپ از تیر نمیشه او یک نفر است وطن داره هر نگاه مرا میکنه خیلی چی که بگیم برش یک وزاری کنیم که بره والا دیگه هر نگاه دیگه خدا کنم برش مسیج کنیم یک زنگ یک وزاری کنیم برش سلیم شاهی نگوی که حالا سلیم شاهی نگوی سلیم شاهی هم یک خانواتی ماست یک سینماگر ماست کلان ماست کاکای ماست دوستش داریم اما سلیم شاهی